گایز، گیمر جایی هستم. خب یوتیوبر جایی هستم. امیدوارم از این ایت اولم خوشتون بیاد. سلام ایران. میبینم که گوشه اینجا وایسادی، بعد داری این ور اون ور رو نگاه میکنی. شنیدم ایران اصلا هیچ آهنگای چیز معروف زیادی نداره. سلام آمریکا، چطوری؟ کی میگه چیز نداریم، آهنگ خوب نداریم؟ اتفاقا یه آهنگ خوب داریم که یکی اجراش کرده که باعث شده باعث تصادف بشه. تازه همه خارجی ها میشناسنش. اگه راست میگی بهش بگو بیاد بخونه. چش، الان میاد. محسن لرستانی جانم ایران، یه دونه بخون. اسم من یه دیگه میایا. اینم تموم شد. بریم سراغ روسیه.